مردی هنگام تخلیه بار ناگهان متوجه شد که پدر و مادر رفتگرش همان میلیاردرهایی هستند که مدیر شرکت برای استقبال از آنها آماده میشد. وقتی مدیر بطری شرابی را که مرد جوان به طور اتفاقی شکسته بود دید، با عصبانیت جلو آمد و او را لگد زد. آن شراب را میلیاردر از فرانسه آورده بود تا در جشن قبولی پسرخوانده‌اش در دانشگاه سرو شود. مرد با دیدن پدر، مادر و برادر کوچکش احساس می‌کرد انگار خواب می‌بیند. او تمام این سالها با غذاهای باقی مانده‌ای که پدرش از رستوران می‌آورد بزرگ شده بود و لباسهایی می‌پوشید که مادرش میان زباله‌ها پیدا می‌کرد. وقتی مدیر دید او مات و مبهوت ایستاده است، یقه‌اش را گرفت و مجبورش کرد جلوی میلیاردر زانو بزند و عذرخواهی کند. اما میلیاردر گفت: پسرم قبول دانشگاه شده و امروز خیلی خوشحالم. فقط چند بطری شراب است که چند صد هزار دلار ارزش دارد. اگر شکسته مهم نیست. چون مرد ماسک به صورت داشت، پدر و مادر واقعیش او را نشناختند. مدیر سریع او را از آنجا دور کرد. مشخص شد که میلیاردر برای جشن قبولی پسرخوانده‌اش مراسم بزرگی گرفته است. در همان لحظه همسرش گفت: پسر خودمان هم امسال فارغ التحصیل شده و در دانشگاه قبول شده است. سالها هویت واقعیمان را پنهان کردیم، او را در فقر بزرگ کردیم و با سختی تربیتش کردیم. وقتش رسیده حقیقت را به او بگوییم. اما میلیاردر پاسخ داد: هنوز نه. بگذار یک تابستان دیگر هم او را امتحان کنیم. وقتی دانشگاهش شروع شد، او را غافلگیر خواهیم کرد. وقتی مرد این گفتگو را شنید، اشک از چشمانش جاری شد. او کمتر از 1 ماه دیگر زنده بود. در تمام سالهای تحصیل هر زمان مدرسه تعطیل میشد کار میکرد تا پدر و مادرش کمتر سختی بکشند. او نه تنها همه را سربلند کرده بود، بلکه امسال رتبه اول کل استان را نیز به دست آورده بود. اما به دلیل سالها زندگی نامنظم به سرطان پیشرفته معده مبتلا شده بود. پزشک به او گفته بود که کمتر از 1 ماه فرصت زندگی دارد. او تصمیم داشت آخرین ماه عمرش را کار کند و پول بیشتری برای پدر و مادرش بگذارد. اما هرگز تصور نمی‌کرد امروز چنین راز تکان دهنده‌ای را کشف کند. آن شب گیج و آشفته به خانه بازگشت. پدرش که هنوز لباس رفتگری به تن داشت، با یک جعبه غذای بیرونبر وارد خانه شد و گفت: میدانم عاشق استخوان‌های مرغی. اینها را مخصوص تو نگه داشتم. او نمیدانست آن استخوان‌ها در واقع باقی مانده غذایی بودند که برای یک سگ کنار گذاشته شده بود. مادرش نیز یک جفت کفش کهنه بیرون آورد و گفت: خیلی بین زباله‌ها گشتم تا اینها را پیدا کنم. به خاطر اینکه شاگرد اول شدی، می‌خواهم به تو هدیه بدهم. مرد کفش‌ها را گرفت و سپس به پدر و مادرش گفت که بیمار است و برای درمان به پول نیاز دارد. در همین لحظه پسر خوانده با تمسخر گفت: قبلا دیدم با چند دختر به هتل‌های ارزان می‌رفتی. مکند به یک بیماری کثیف مبتلا شده ای. اگر همینطور است هر چه زودتر درمانش کن. مرد خواست توضیح دهد که چنین چیزی نیست، اما قبل از اینکه حرفش تمام شود پدرش سیلی محکمی به صورتش زد. پدر با عصبانیت گفت: سالها با سختی زندگی کردیم تا خرج تحصیلت را بدهیم.